بانک اقتصاد نوین، بانک آینده، سرمایه، ایران زمین، بعضی از این مؤسسات. من میخوام دو سه تا مثال برای شما بزنم از ترامپ های داخلی، از کسانی که اینها دارن در داخل پدر مردم رو در میارن. بعد ما بعضا امیدواریم که بتونیم مثلا بریم فلان پول از فلان کشور آزاد بکنیم. بانک اقتصاد نوین در سالهای گذشته 51 همت وظیفه داشته به بخش مسکن کمک بکنه وام بده. چقدر داده باشه خوبه؟ از 51,000 میلیارد تومان 1,000 میلیارد یک همت داده. بانک آینده معادل تقریبا نیمی از پولی که از کشور ما در قطر 6 میلیارد دلار بلوکه شده، معادل تقریبا نیمی از اون رو به بانک مرکزی بدهی داره. آقا صورتتون به ترامپ نمیرسه، به آمریکا نمیرسه، پولا رو برید بگیرید آزاد بکنید، اشکال نداره. از علی انصاری میتونید برید بگیرید، برید سراغ ترامپ‌های داخلی، برید سراغ اینا که مردم برای یه وام 50 تومانی 7 جد و آبادش رو جلوی چششون میارن آخرام نمیدن، بعد همت پول جابجا میکنه به خودشون وام میدن. اینا رو برید سراغش. مثال دیگهش بانک گردشگری آقای مهدی جهانگیری در دولت‌های مختلف تسهیلات مختلف میگیره. من 5 ماه پیش متوجه شدم میخواد بره هتل‌های بنیاد مستضعفان رو با یه قیمت کمی تهاتر کنه بگیره. فهمیدیم رفتیم جلوشو گرفتیم، افشا کردیم، نتونستن این کارو بکنن. اومدیم دوره دیدیم 2 ماه پیش رفته یه تفاهمنامه بسته با وزارت میراث فرهنگی که اینا برن از صندوق توسعه ملی پول بگیرن بدن اینا رو بهشون هتل بسازن. آقا تو این کشور غیر مهدی جهانگیری کسی هتل نمیتونه بخره، کسی نمیتونه هتل بسازه. فقط این باید باشه. این اقتصاد سیاسی امروز کشور ماست که دست اینهاست. بعد با اینا ما می‌خوایم با آمریکا مبارزه بکنیم. گفت در تا مورد دوم من خبر خوب بدم با صندوق توسعه و وزارت میراث جلسه داشتیم، این هفته قرار شد اتفاق نیفته و از لیست اون بانک‌ها خارج بشه. و الان هم هشدار میدم به اون معاون رئیس جمهور اگر دفعه بعدی دست مهدی جهانگیری رو بگیرید ببرید تو این جلسات مختلف که از صندوق فلان و فلان بهش پول بدید بره این کارا رو انجام بده، بره از چی پنل خورشیدی وارد می‌کنه، دفعه اسم خودت هم میارم یه جور دیگه با برخورد می‌کنید. مسئله بعدی این هستش که مدیران بسیاری از قسمت‌های پولساز در این کشور اعتقاد به جمهوری اسلامی ندارن. طرف همسرش در انتخابات اومده کمپین تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی رو امضا کرده. امروز یکی از مسئولان اصلی پتروشیمیه. همت دلار پول دست اونه، بعد مردم باید برن دنبال وام بگردن. آقای پاک نژاد حواستون رو جمع کنید، با شما کار داریم در اگر این روند اصلاح نشه. آقای محمد شریعت ندارید که خودت معلوم نیست کی اونجا گذاشتت. به وزیر میگین، دفتر وزیر میگن که نه پیشنهاد پزشکیان گذاشته. آقای پزشکیان بدون اگر نداشتی دارن مثل تو تمامش میکنن، اگر گذاشتی باید جواب بدی در این حوزه. اینا کیان که مگه شاه برگشته که اینا رو برگشتید پست دادید تو جمهوری اسلامی بهشون؟ طرف خاندانش تو منافقین بودن، علیرغم نظر منفی دستگاه اطلاعاتی بهش پست دادن، ما اومدیم تو مجلس میگیم میذارنش کنار. این چه وضعی داره کشور؟ با اینا میخواید با آمریکا بجنگید؟